درود به شما شنوندگان عزیز. با یک قسمت دیگه از پادکست رازهای آسمان در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم با اخترشناس محترم برنامه درباره یکی از جذابترین علوم دنیا یعنی ستاره شناسی صحبت کنیم. خیلی خوش اومدین. ممنونم مهدی جان. سلام می‌کنم به همه علاقه‌مندان به آسمون شب. امیدوارم مطالب برای دوستان مفید باشه و به تجربه‌های زیبایی دست پیدا کنیم. بخش اول، ستاره شناسی چیست؟ برای شروع اگه ممکنه یک تعریف ساده و مختصر از ستاره شناسی به ما بدید. واقعاً این علم دقیقاً دنبال چیه؟ ببینید، ستاره شناسی یا اخترشناسی در اصل مطالعه اجرام و پدیده‌هایی که در فضا و خارج از جو زمین اتفاق می‌افتند. این علم تلاش میکنه تا کیهان رو از کوچکترین ذره تا بزرگترین ساختارهاش مثل کهکشانها و خوشه‌های کهکشانی درک کنه. پس ما فقط در مورد ستاره ها صحبت نمی کنیم. چیزهایی مثل سیارات، دنباله‌دارها، سیاهچاله ها. دقیقاً. همه اینها جزئی از دامنه ستاره شناسی هستند. هدف اینه که بفهمیم کیهان چطور شروع شده، چطور تکامل پیدا کرده و قوانین فیزیکی حاکم بر اون چیا هستن. این علم درک ما رو نسبت به جهان بیکران اطرافمون گسترش میده. بخش دوم، جذابترین پدیده آسمانی. از نظر شما جذابترین یا شاید هم گیج کننده ترین پدیده‌ای که ستاره شناسان تا الان کشف کردن چیه؟ سوالیه که جواب دادن بهش سخته. اما اگه بخوام یک مورد رو انتخاب کنم، شاید سیاهچاله ها باشن. سیاهچاله ها، موجودات مرموزی که حتی نور هم نمیتونه ازشون فرار کنه. درسته. سیاهچاله ها بقایای بسیار پرجرمی هستن که در پایان عمر یک ستاره بزرگ به وجود میان. جاذبه اونا انقدر قویه که یک نقطه بدون بازگشت به نام افق رویداد ایجاد میکنه. و از نظر فیزیکی اونا در واقع یک تکینه هستن، یعنی یک نقطه با چگالی بی‌نهایت؟ بله، در مرکز سیاهچاله تمام جرم در یک حجم کوچک با چگالی نامحدود فشرده شده. درک این پدیده واقعاً به درک ما از فضا، زمان و جاذبه عمق میبخشه. بخش سوم، آینده اکتشافات فضایی. صحبت از درک شد. فکر می‌کنید در دهه‌های آینده بزرگترین پیشرفت یا کشف در حوزه ستاره شناسی چی خواهد بود؟ بسیاری از ستاره شناسان معتقدند که کشف قطعی حیات فرازمینی، حتی اگه در حد میکروبی باشه، بزرگترین دستاورد خواهد بود. ما الان تعداد زیادی سیاره فراخورشیدی کشف کردیم که در منطقه قابل سکونت ستاره‌های خودشون قرار دارن. یعنی جاهایی که آب مایع میتونه وجود داشته باشه. دقیقاً. ابزارهای نسل بعد ما مثل تلسکوپ فضایی جیمز وب دارن به بررسی اتمسفر این سیارات میپردازن تا نشانه‌های زیستی مثل وجود اکسیژن یا متان رو پیدا کنن. اگه بتونیم حتی یک نمونه از حیات در جای دیگه‌ای از کیهان پیدا کنیم، این به کلی دیدگاه ما رو نسبت به جایگاهمون در هستی تغییر میده. واقعاً ممنونم از شما که با این توضیحات جذاب سفر ما به کیهان رو شیرین‌تر کردین. خواهش میکنم. امیدوارم همه شنونده ها این هفته فرصت کنن به آسمون شب نگاهی بندازن و از این نمایش بی‌نهایت لذت ببرن. شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از پادکست رازهای آسمان رسیدیم. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و برامون کامنت بذارید. تا هفته بعد و یک سفر کیهانی دیگه، خدا نگهدار.